خب آقا سلام علیکم، احوال شما؟ خوبی؟ نوبرای خوش اومدیم به یه ویدئوی دیگه با من. آقا به مناسبت اینکه چند روز پیش تولد 11 سالگی آلبوم اشتباه خوب بهرام بود که با اختلاف زیاد از نظر من و خیلی دیگه بهترین آلبوم رپ فارسه، بهترین آلبوم تاریخش. صدام یه ذره گرفته چون آب سرد و این چیزا زیاد خوردم، تگری خوردم، این شکلی شده. اومدم با ترک لمس بهرام با هم گوش کنیم، یه سری تحلیلای ریز روش کنیم. از نظر خود من بهترین آلبوم که هست، اینم بهترین ترک این آلبوم و بهترین ترک کل رپ فارسه. میگی چرا؟ داری مثلا این که عکسش اینجا هست، سلطان بهرام. میگی چرا؟ داری مثلا چی میگن، سر کلمه هر یادم نمیاد، تعصب، داری تعصبی نظر میدی و این صحبت ها. نه، چرا اینو میگم؟ چون آقا ماهیت رپ اعتراضه، ماهیت رپ اجتماعی بودنشه. این علانیات چسنال خونا، اینا که دوست دخترشون رو دیس میکنن، احساسی میخونن، نمیدونم، از دختربازی و نهایت اینه که آی من چقدر گنگم، داف من بدکاره است، من چت میکنم فلان، اینا که کس شعر محضه. بنابراین میرسیم به چی؟ میرسیم به یک کسی که داره بیان خودشو به یه نحوی، اعتراض خودشو به یه نحوی بیان میکنه و نه فقط اعتراض، بلکه داره نقد میکنه همه چی رو، همه جا رو، هر طرز فکری. و اکثرا ترکاش فلسفیه، کارش درسته. دیگه زیاد حرف نمیزنم، بریم اینو با هم گوش کنیم. یکی از دلایلی که این شد بهترین آلبوم این بود که مهدیار آجانی بیتشو زد. لامصب بیت شاهکار محضه. از بچگی بهم گفتن بزرگ میشی یادت میره، من کوچیک شدم و یادم موند و این یادم داد که واقعیت همیشه خلاف گفته هاشون خواهد بود. نقطه. این آهنگ حالت روحی الان منه، نه خوشگله، نه زشت، نه عام پسند، نه واسه مهمونی خوبه، نه توی ماشین وسط یه جاده پر از منظره قشنگ. اتفاقا وسط یه جاده خوبه، جاده ای که تو نصف شب داری تنهایی سر کارت، یه جای دور برمیگردی، جاده خلوت. اون موقعی که تو فاز تنهایی و دپتی 12 شب گذاشتی، تو فاز حال بدی، نباید بری چسناله گوش کنی، باید بیای اینو گوش کنی ببینی چی میگه، حرف حسابش چیه. نه خوبه نه بد، نه درسته نه غلط، نه سیاه نه سفید، خاکستریه. این یعنی رنگ واقعیت، واقعیتی که میگه کل زندگی بازیه. رویاهات میکشنت جلو، خاطراتت میکشنت عقب. چی میمونه ازت؟ یه چیزی میشی به عمق افکارت و به طول زندگی. ولی این مهمه کی رفتنی، کی موندنی، کی تو حاشیه است، کی تو مرد، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. ولی این مهمه کی رفتنی، کی موندنی، کی تو حاشیه است، کی تو مرد، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. فقط با چند خط شعر خوندنی. زندگی یه مجموعه منظم از بی نظمی هاست، یه مجموعه. اینجا دیگه واضحه، حرفاش واضحه، نیازی به توضیح نیست که من بیام توضیح بدم. به نظرم یه معقول از بیعقلی ها له شده زیر پای عرف اجتماع. خوب ولی اشتباه، من ترکش کل جنگ گفتن بزرگ گفتم داد که واقعی
خاکستریه. این یعنی رنگ واقعیت، واقعیتی که میگه کل زندگی بازیه. رویاهات میکشنت جلو، خاطراتت میکشنت عقب. چی میمونه ازت؟ یه چیزی میشی به عمق افکارت و به طول زندگی. ولی این مهمه کی رفتنی، کی موندنی، کی تو حاشیه است، کی تو مرز، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. ولی این آدم که اینو گوش میده فقط دوست داره کما بزنه روی این آهنگ، فکر کنه، دوست داره ساکت بشه گوش کنه. شاهکاره. میدونی چرا دوستش دارم، چرا ازش تعریف میکنم؟ چون حرف حق میزنه، چرت و پرت نمیگه، هر چی میگه حرف دلو میزنه. وضعیت کنونی خیلی از ماها رو داره میگه، ما جوونا. کی رفتنی، کی موندنی، کی تو حاشیه است، کی تو مرز، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. فقط با چند خط شعر خوندنی. زندگی یه مجموعه منظم از بی نظمی هاست، یه مجموعه معقول از بی عقلی ها، له شده زیر پای عرف اجتماع. خوب ولی اشتباه. من ترکش کل جنگ ها تو شونمه، من لای همین آهنگ ها خونمه. من شعر نمی منظورش از ترکش کل جنگ ها رو شونمه و اینا این نیست که بلند شدن رفتن جبهه و فلانا. این داره اینطوری میگه که زخمایی که از اتفاقای تو زندگیم خوردم همراه همه و ازشون درس گرفتم. همراه هم همیشه اون تفکرها، اون دیگه حواسم جمعه، کجا چیکار کنم چیکار نکنم. همیشه به فکر اون گذشته‌ای که داشتم هستم تا دوباره تکرار نشه. خیلی ساده است. یا من شعر میشم، این موسیقی واسه من عین بودنه. شما چی؟ شما که مام میهن و مالیدی زیر بغلت که بو نگیری. شما که خوبها رو بد کردی، با اون مرزهای پیچیده و در همه مغز تو رو رد کردی. هی این یعنی له شدن کلیشه ها نوبتی. این یعنی وطن ولی آدمای غربتی. این یعنی موسیقی مدرن تو جامعه خشک سنتی. این تیکش قشنگ مفهوم. اصل مطلب اینجا منو میبینی جلوی پا هیچ رد پایی نیست. تو استراب دستهای پر آرامش دستهای خالی نیست. از این زمین نفرین شده تا آسمون بکر راهی نیست. تو استراب دستهای پر آرامش دستهای خالی نیست. اونی که همیشه یه کسی رو داره، یه جایی رو داره، یه جایگاهی رو داره، یه وضعیت خوبی رو داره، اضطراب از دست دادنشون رو داره، ترسش رو داره که موقع اینا نباشن چی. ولی کسی که اون شرایط خوب رو نداره این اضطراب رو نداره، با اینکه مثلا شاید زندگیش خیلی غمگین‌تر و اسفناک‌تر از اون یکی باشه، ولی اونو نداره. میگه تو استراب دستهای پر آرامشی که تو دستهای خالی هست، نگرانی از دست دادن نیست. دمای غربتی این یعنی موسیقی مدرن تو جامعه خشک سنتی. منو میبینی جلوی پا هیچ رد پایی هم نیست که داره میگه دارم یه مسیری رو میرم که توش تنهام و کسی قبلا نرفته. حالا این مسیر میتونه از نظر خود راجع به اشتباه خوبش یه توضیح داده بود. میگفت اینو هر کسی بسته به زندگی خودش ازش یه برداشتی میکنه. برداشت من با شما شاید فرق کنه. این مثلا شاید داره مسیر رپی خودش رو میگه، مسیر این که مثلا نه خانواده جدا شد رفت زندان فلان بسار، زندگی که داشت، شرایطی که داشت داره میگه منم و من تنهام دارم این مسیر رو میرم و فقط خودمم. از نظر تو نوعی ممکنه اون مسیری که داری تنهایی درستو میخونی باشه که مثلا در آینده یه شغل خوب داشته باشی. از نظر یکی اون سرکاری که داره تنهایی میره، اون تنهایی که واسه خودش داره، اون حال بدی که واسه خودش داره. این کلا برای بیشتر آدمای تنهاست، برای آدمایی که بیشتر تو خودشون غرقن میان سمت این موزیکا. وگرنه 100% طرف میره به زالیتو گوش میده، فکر نمی‌کردم بشه فلان این چیزای. آره
رد پایی نیست تو استراب دستهای پر، آرامش دستهای خالی نیست. از این زمین نفرین شده تا آسمون بکر راهی نیست. منو میبینی حتی افتخار میکنم به اشتباهام، هرچند کل گذشتم و حالم و آیندم و له شده دیدم زیر پاهات. ولی این مهمه کی رفتنی کی موندنی، کی تو حاشیه است کی تو مرز، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. ولی این مهمه کی رفتنی کی موندنی، کی تو حاشیه است کی تو مرز، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی، فقط با چند خط شعر خوندنی. دستهای پر مرسی که همراه ما بودین. امیدوارم استفاده کرده باشین، لذت برده باشین و اینکه حتما برید کل آلبوم اگه تا حالا گوش نکردین تو این 11 سالی که اومده حتما برید کامل گوش کنید. و نوع این آلبوم طوریه که ترکاش پشت سر همه و بیتاش به هم وصله، اینش هم خیلی قشنگه. خیلی ممنون و آقا لایک، ساب، کامنت، شیر به دوستاتون یادتون نره. وضعیتیه که باید هوای همو داشته باشیم. ما هم این راهو حالا شروع کردیم داریم میریم. توکلمون به خداست، یار اولمون خداست. دوست داریم شما هم یاریمون کنید تو این مسیر. ویدیو گذاشته بودم 12 ساعت گذشته بود، دیدم فقط 4 تا بازدید خورده، اصلا حالم بد شد. من فقط 5 ساعت زمان گذاشتم برای ادیت ویدیو. آقا دمتون گرم، یا علی مدد.